زیر این نور ستاره ها و این هلال ماه میخوام ببرمتون یکی از عجیب ترین خانقاه های ایران که تا حالا دیدید. تو این شب قشنگ برید داخلش رو ببینید چه شکلیه. یک گنبد خیلی بزرگ که زیر کوه با دست تراشیده شده و این حفره‌ای که از اینجا نور روز میاد داخلش و شبام کهکشان از زیرش پیداست. خیلی محوطه بزرگ و جالبی داره. مامانم قدیما میگفت تو قبرستون نرو جنی میشه. هر شب افتادیم تو این قبرستون یه چیز دیگه نمیخواستیم. این قبر دوره ایلخانیه.